سلام. بریم واسه تولید صندل یا دمپایی لا انگشتی که سرمایه متوسطی میخواد و مسیرش هم برای تولید مدل‌های بیشتر و حتی تولیدی کفش هم همواره. اول به وسیله این پرس هیدرولیک و شابلون روی کف رو در میاره که این شابلونا معمولا دو طرفه تیز هستن و برای هر دو پای چپ و راست استفاده میشن. بعدش هم به وسیله چاپ سیلک و پرس حرارتی طرح روشون رو در میاره و بعد از اون بندها رو وصل میکنه و از پشت که قراره در کفی تنیده بشه گره میزنه. در این مرحله هم سیلیکون رو که ممکنه با کمی متیلن کلراید هم قاطی بشه روی قالبای آلومینیومی که از قبل تا دمای مشخصی که معمولا 60 درجه است گرم شدن میپاشه تا موادمون به قالب نچسبه و بعدش هم مواد پیو که ترکیب پلیول و ایزوسیانات به عنوان هاردنرشه رو همزمان تزریق میکنه و رویه ها رو برمیگردونه تا با هم قاطی بشن و اینجا هم یه دورگیری میکنه و میره واسه بسته‌بندی و فروش. اگه خوشت اومد لایک و کامنت یادت نره.